مناسبت هفته سرطان پستان خواستم توضیحاتی و تذکراتی خدمت خانمای عزیز بدم. سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان هاست در کل دنیا. در ایران هم یکی از شایع‌ترین سرطان ها در کل جمعیت مرد و زن سرطان پستانه. ولی خب بین خانم ها شایع‌ترین سرطان محسوب میشه و در واقع تأکید ما برای کنترل خانم ها، کنترل ماهانشون و چکاپ سالانشون به خاطر این افزایش شیوع هست. از اونجایی که این سرطان قابل درمان هست، پس پیشگیری حرف اولو میزنه و شناسایی زودرسش. راه‌های پیشگیری از سرطان پستان شامل جلوگیری از افزایش وزن، ورزش‌های منظم و تغذیه سالم هست. و راه شناسایی زودرس اینه که خانم‌ها حتما ماهانه معاینه کنن خودشونو. بهترین زمان بعد از دوره منس هست، زمانی که در واقع زمانی از ماه رو که باید اختصاص بدن به این معاینه. اگر تغییری تو سینه خودشون احساس کردن، هر تغییری شامل سفتی، ورم، قرمزی، ترشح از نوک پستانشون و تغییری در سایز سینه‌شون، باید به پزشک مراجعه بکنن. نترسن از این که مبادا این چیزی که ما حس کردیم سرطانه و درمانی نداره. بخش زیادی از چیزایی که شما احساس میکنید شاید کیست باشه، شاید یک عفونت باشه و یا یک توده خوشخیم و میتونه با یه درمان ساده حل بشه. و درصد کمی از این موارد هم ممکنه سرطان باشه. به هر حال شما نیاز به پیگیری دارین، نیاز به شناسایی دارین. اگر مشکلی نباشه که خب خیالتون راحت میشه و یه چکاپ کردین، و اگر مشکلی باشه تو مرحله زودرسی درمان میشه. اگر توی بررسی هاشون متوجه مشکلی شدن، حتما به پزشکشون اعتماد کنن و نمونه برداری انجام بدن. نگن اگه نمونه برداری بکنین بیماری پخش میشه. این هم یه شایعه و یک تصور اشتباه هست. حتما نمونه برداری انجام بدین، چون کمک میکنه به افزایش بقاتون، کمک میکنه به اینکه درمان راحت‌تر و سبکتری داشته باشین. با یه نمونه برداری ساده تشخیص روشن میشه و شما میتونید اگر حتی مبتلا به کنسر هم هستید، تو مراحل اولیه درمان خیلی راحت‌تری داشته باشین و بیماری پخش نشه به جای دیگه سرایت کنه. به هر حال چیزی که تو این هفته من از همه شما بانوان عزیز میخوام اینه که تو معاینه خودتون واقعا دقت کنین. توی چکاپ‌های سالیانه‌تون حتما دقت کنین. حتما به پزشک مراجعه کنید که معاینه بشید، بررسی بشید و اگر نیاز به کار تشخیصی و درمانی دارید حتما به موقع انجام بدید. سرطان پستان از سرطان‌های قابل درمان هست. ما بیمارانی داریم که سال‌هاست درمان کردن، هیچ مشکلی نداشتن و یه زندگی و طول عمر طبیعی داشتن. برخلاف بعضی از سرطان‌ها که واقعاً کشندگی بالایی دارن، سرطان پستان سرطان قابل درمان هست. حتی مریض میتونه درمان کامل بشه. من